با تراکم جمعیت و استفاده بیش از حد مردم از وسایط نقلیه، روزانه آمار حوادث ترافیکی به گونه چشمگیری در سطح شهر و به ویژه شهرها افزایش یافته است. مسئولان در مدیریت ترافیک هرات میگویند تلاش دارند با نصب علائم راهنمایی ترافیکی در نقاط مورد نیاز در کاهش آمار حوادث ترافیکی نقش داشته باشند. آنچه لوایح و علائم ترافیکی که به دست داریم اونا را در حال نصب هستیم که اونا رو نصب کنیم در کنار جاده و متبقی هم از مرکز ما فرمایشات خود دادیم، یعنی پیشنهادات خود دادیم که اکمالات بکنن. انشاءالله و ترتیب اشاره ها همه مزین بشه با اشارات و علائم ترافیکی و لوایح ترافیکی تا از خطرات بروز حادثات ترافیکی جلوگیری بشه. از سوی دیگر شهروندان با استقبال از طرح نصب علائم راهنمایی ترافیکی در مناطق پر رفت و آمد از رانندگان میخواهند با رعایت قوانین ترافیکی هنگام رانندگی جان خود و مردم را از خطر حفظ کنند. نصب لوایح در سطح شهر که مسئولین ترافیک مثلا نصب کنه میتونه باعث ازی بشه که راننده متوجه شه که کجا سرعت خور افزایش بده، کجا سرعت خور کاهش بده و به کجا توقف کنه و باعث میشه که حادثات ترافیکی کاهش پیدا کنه. همینطور که ما به جریانیم به خبرها میبینیم که چقدر حادثات میشه، خصوصا به شهرها که خیلی حادثایی میشه که چند نفر جان خود از دست میدم و این مسئولین ما چه مسئولین ترافیک مسئولیت دارن که همین لوایح ترافیکی به شهرها نصب کنن، به داخل شهر نصب کنن. ما از مسئولین خواستار همی هستیم که در بخش کنترل ترافیکا و در بخش کنترل راننده ها خیلی توجه خاصی بکنن و در بخش نصب لوحه که شما گفتین نشانه های ترافیکی باید زیاد یک چیز مهمی هستند، چون الان ما شما در یک جای هستیم که مثلا ماشینا ارزان شدن و هر نفر بغیر از اینکه اطلاع خاص در مورد ترافیک و روش رانندگی بلد باشه در ماشین سوار میشه و ماشین حرکت میدن و در این توجه نمیکنه که مثلا ما کسی را نزنم یا کسی مرا نزنه. یک رقم توصیه ترافیکی به اینا خیلی لازم است. این در حالی است که به گفته مسئولان در این اواخر به دلیل کمبود تجهیزات و علائم راهنمایی ترافیکی در نقاط پر رفت آمد و همچنین عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی رانندگان وسایط نقلیه سبک و سنگین، میزان حوادث ترافیکی به ویژه در شهرها به گونه بی سابقه افزایش یافته است.